خب همچنان فریدم، امیدوارم خوب باشید و بریم این جلسه رو شروع بکنیم که خیلی خیلی کار داریم. تشکر میکنیم بابت حمایت ها، لایک ها، ویو ها و اینجور چیزا. ممنون، دلگرمی همچنان کننده بابت اینکه ادامه بدیم و بهتر ویدیو بسازیم. فیدبکی چیزی هم بود بگین، خیلی خوبه. این جلسه میخوایم درباره لینک دادن تگ هامون صحبت بکنیم. توی دل متنمون میبینیم که یه پاراگرافی داریم، بعد میگه که دارم درباره فلان شهاب سنگ صحبت میکنم، شهاب سنگ فلان. رو فلان که میرید میبینین که این لینکه. موقعی که میزنین میتونین ارجاع داده بشید به یه لینک دیگه، به یه صفحه دیگه که اطلاعات مربوط به اون شهاب سنگ رو مثلا گذاشته، یا مثلا خبر جدید آیفون یا اپل. اون اپل رو برداشته لینکش کرده، یه رنگ مدل متفاوتی داره، وقتی که میزنین میره توی صفحه و تب دیگه یا همون صفحه رو رفرش میکنه ولی با اطلاعات جدید. این جلسه میخوایم درباره تنظیمات تگ هامون صحبت بکنیم. هر تگی تنظیمات خاص به خصوصشو داره، بهش میگیم اتریبیوت. لینک ها رو صحبت میکنیم که چجوری یه لینک رو به یه قسمت، به یه کلمه، به یه متن، به یه جمله یا به یه عکس، حالا هر جوری که هست، ارجاع بدیم. تارگت بلنک، تایتل صحبت میکنیم و آدرس دهی فایل ها. اینا رو کم کم پیش میریم و میبینیم چجوریه. شاید این قسمت 2 تا پارت داشته باشه، ولی خودم سعی میکنم که خیلی مختصر مفید توضیح بدم که طولانی نشه. آره، خب بریم شروع بکنیم. قبلش من کدو نوشتم که آماده باشه، اول نتیجه رو ببینیم به چه شکله، بعد شروع بکنیم کدا رو تک تک نوشتن، یعنی اینا رو پاک کنیم، خودمون شروع بکنیم بنویسیم. این صفحه اصلی منه. بریم شروع بکنیم بگیم که چه اتفاقی میفته هر قسمت. خیلی باحاله. خب توی خط اول من یه متن ساده دارم، یعنی یه سیمپل پاراگراف دارم، یا به اصطلاح تکست. یه تکست خیلی ساده دارم که فقط یه نوشته ساده است، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ جاش هیچ لینکی نیست. در واقع من اینو فلش بکنم میبینین که من میتونم اینو حتی سلکت کنمش. ببینین وقتی روش میام نشونگر من به صورت تکست پوینتره، یعنی هیچ جای لینکی نیست که مثلا علامت دست بشه یا از اینجور چیزا. ولی تو قسمت دوم که میشه اینجا، من هیر به صورت لینک دارم. میبینی شکلش هم فرق میکنه. اینجا هم هیرم لینکه و بذارین همه رو بنویسم دیگه. اینجا هم لینک دارم، یه هیرم اینجاست، اینم لینکه و این هیرم هم لینکه. در واقع لینک یکم بد شد، اب نداره. حالا میخوایم ببینیم هر لینک داره چی کار میکنه، چه نتیجه رو به من نشون میده. همشون از جنس لینکن. لینک ها رو این که چجوری میذاریم تو دل متنمون توضیح میدیم و کم کم پیش میریم. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر من رو این لینک اول بزنم چی بهم نمایش داده میشه و به چه صورت هستش و چه اتفاقی میفته. یک کلیک میکنم روش، میبینین پوینتر من به صورت دسته، یعنی نمایش میده که این کلمه لینک شده. هیر لینکه. وقتی که میزنم روش سایت گوگل باز میشه، یعنی لینک داده شده به www.com گوگل. از اون طرف روی قسمت بعدی که لینکمون اینجاست میخوایم بزنیم، روی این قسمت سومیه بزنیم، چی بهمون نمایش داده میشه. در واقع وقتی که من میام اینجا احتمال میره که من رو ارجاع بده به یه صفحه دیگه. بله، دوباره من رو ارجاع داد به گوگل. ولی تفاوت این یکی با قبلیه تو چی بود؟ من ببینین رو این میزنم، صفحه من تبم همینجاست. ببینین This is my site، اسم تب من This is my site، یعنی تایتلش. وقتی که میزنم رو اینجا ببینین تغییر میکنه و گوگل رو همینجا برای من باز میکنه. ولی موقعی که میام روی این قسمت سومیه میزنم یه تب دیگه برای من وا میکنه و گوگل رو بهم نمایش میده، یا اون لینکی که میخوایم. فرق اینا چی هم همینجا توضیح بدیم.
کسایی که دارن سئو کار میکنن در واقع میخوان لینکی که شما داخلش هستین به صورت استیبل باقی بمونه که سئو سایت بره بالا. یعنی چی؟ یعنی این تب باز شده و مونده، کاربر انگار هنوز داخلشه و درگیره، سیستم و سرور همچنان اینگیجه، همچنان درگیره با این سایت، داخلشه، داره فعالیت میکنه. پس احتمالا سایت من سایت خوبیه که آپ تایم ویزیتش بالا رفته، کاربر توش زیاد مونده. در حالی که من اومدم خیلی یه تریک ریز زدم اینجا. تریکم چی بوده؟ تو این قسمت سوم گفتم این لینکی که دادم و براش توی تب جدید واکن، بذار آپ تایمی که میخواد ویزیت کنه رو بیار اینجا پیاده کن، زمانش از اینجا به بعد تو این تبم آغاز بشه و لینک قبلی رو باز بذار. وقتی لینک قبلی رو باز میذاری یعنی که این همچنان در حال فعالیت و کاربر انگار داخلشه، چون تب رو هنوز اینجوری نبسته و حالا هم که اینجاست داره یه مطلب جدید میخونه چون رو لینک جدید زده دیگه. پس سئو کارا میان از این استفاده میکنن که شما رو ارجاع بدن به یه لینک دیگه، 100 تا لینک وا میشه یا همه چی قراقاتی میشه. حواستون هم باشه دیگه، کنترل W تب رو میبنده. بریم تو قسمت چهارم ببینیم این یکی چیه. وقتی که رو هیر وای میسم، زیر نشونگر موس من کلمه گوگل رو نشون میده، یک کلمه مرتبط رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی این کلمه کاملا لینک شده با مطلب یا لینکی که قرار خودم ارجاتون بدم. توی این قبلی ها لینک نمیاد زیرش، یعنی اسمی پایین پوینتر موس من نمیاد. ببینین میبینین وقتی که میام رو این یه گوگل برام مینویسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینو میزنی میری تو گوگل، یا میتونم یه توضیح کلا بنویسم تو اون قسمت توضیحاتش به جای گوگل یا هر چیز دیگه. اینم وقتی بزنم انتظار میره که بره تو گوگل. حالا من میتونم حتی دوباره همین رو جوری بنویسم که وقتی که کاربر میاد روش این گوگل رو نشون بده و یه تب جدیدم وا کنه، مثل همون خط قبلیمون که اینجا بود. تو بعدی وقتی که میزنم روش، حالا این احتمالاً یه جای اشتباه شده ولی تایتلاش رو بردارم که سوء تفاهم نشه، چون اینا رو کپی پیست کردم بابت اینکه زمان سیو بکنم. اینجا یه رفرش بکنم. خود ببینین روی این قسمت یکی مونده به آخر وقتی میام، اینم باز از جنس لینکه، ولی وقتی که میزنمش به هم نشون میده هلو ورد. در واقع داره یه فایل HTML دیگه به من نشون میده. میبینین اینجا توی این قسمت آخر هم وقتی که میزنم بهم میگه آیم فرید. دوباره این هم از جنس HTML فایلش، یعنی به سایتی منو ارجاع نداده، داره به یه فایل ارجاع میده. میتونه فایل آهنگ باشه، عکس باشه، فایل HTML باشه، PDF باشه یا هر چیز دیگه ای. شما میتونید اونجا آپلود بکنیدش. در واقع کاربر رو منتقل میکنه به یک قسمتی از فولدر یا درایو شما یا تو سرور، تو اون قسمتی که فایل سیون، و از اونجا اجازه میده به کاربر که این لینک یک فایل امکان داره باشه، از اونجا اوپنش کن، بازش کن. خیلی وقتا خیلی هکا، اسنیچینگ ها و فیشینگ ها به این صورتن. رو لینک که میگن نزنین این اتفاق میفته، در واقع شما به یه سایت منتقل نمیشین، یا حتی اگرم بشین اون اتفاقی که باید بیفته نیست. لینک قراره یک فایلی رو در یک جای ران بکنه. در واقع من تو این یکی مونده به آخریه یک فایل HTMLی رو خودم ساختم که به کاربر نشون میده هلو ورد. رو آخریه گفتم آیم فرید. در واقع من میتونم جای اینا یک عالمه چیز بذارم، یک عالمه فایل آپلود بکنم که به محض اینکه شما رو لینک میزنین بلافاصله کپی پیست میشه به دستور یک کامندی روی سیستم شما که شروع میکنه یک عالمه فایلای مخرب کپی پیست کردن تو سیستم 32، تو ویندوزتون، تو جاهایی که خیلی حساسه، یا میگرده کیورد ها رو پیدا میکنه که مثلا فلانجا من پیکچرام اسکرین شات یوزر پس مثلا سرورمو یا کنترل پنلمو گذاشتم. اونجا وقتی که فایل ها کپی میشن و شما خبر نداری که داره چه اتفاقی میفته پشت قضیه، این فایل ها شروع میکنن به صورت کاملا نامحسوس اطلاعات رو، کشش رو خوندن، به صورت رمزنگاری برمیگردن به دست کسی که این فایل رو به شما نشون داده. در واقع اون فایل های رمزنگاری شده دوباره برمیگردن به حالت فایل، به صورت همون عکسی که تو سیستم شما بوده به همون آدمی که می‌خواسته کلا برداری کنه بهتون بهش نشون داده میشه. خلاص درباره اینا نمیخوایم صحبت کنیم، رو هر لینکی دیگه نزنید دیگه، مشخصه. حالا بریم ببینیم هر کدوم از اینا دارن چجوری روی VS Code ران میشن و میتونیم پیادهشون کنیم. خب
اولیه که یه متن ساده است، بریم یه صفحه‌ای وا کنیم. بذارید من فولدرامو پاک کنم، شروع بکنیم یه دونه دیگه ساختن. در واقع VS کدم هم ببندم، فولدرم هم پاک میکنم که شروع کنیم خیلی تازه. جای دیگه در حال استفاده است، در واقع میخوایمش یه جورایی. اب نداره، میبندیمش دیگه، حفظیم. خب میریم VS کدمون رو باز میکنیم و طبق معمول نیاز داریم به یک فولدر. یه فولدر روی دسکتاپ هم دوباره درست میکنم تحت عنوان همون یک، میرم داخلش به عنوان فولدر اصلی سلکتش میکنم و یه فایل میسازم داخل همون فولدر یک به اسم مثلا 2.html. دیگه من با عدد پیش میرم که دیگه استپا رو خیلی خوب متوجه بشیم. خب داخل فایل 2.html شروع میکنیم تگ هایی که نیاز داریم رو مینویسیم. دیگه اینا رو دیگه کار نداریم که چیه، حفظیم. تایتل This is my site و یه تگ بادی درست میکنم که قراره هر چیزی که اینجا نوشته میشه به کاربر نشون داده بشه. در واقع تو دل تگ بادیه که تمام اطلاعات به کاربر نمایش داده میشن. کلاینت یا مشتری‌ها میتونن کدهایی که تو بین این بادی دارید مینویسید رو ببینن، خارج از این چیزی رو نمیبینن. البته به جز تایتل تو هد که میتونن تب رو ببینن اسمشو، دیگه به جز اون دیگه من هر چی تو دل هر جایی بنویسم نشون داده نمیشه. خب من به حداقل فکر کنم 5-6 تا تگ نیاز دارم از جنس پی یا پاراگراف، توش جمله ها بنویسم و روش شروع بکنیم پیاده کردن ادیت هایی که میخوایم. یه تگ پی و اینا رو سعی میکنم ثابت بسازم که این مغزمون درگیر نشه دیگه. با گوگل پیش میریم. For visit this website click here. فکر میکنم این بهتر باشه. For visit this website click here. خب سیوش میکنم و میرم داخل خود همین فولدره که ساختم، فایلم رو باز میکنم و این جمله رو میبینم. For visit this website click here. یه جمله کاملا ساده به صورت پاراگراف من نمایش دادم. یه HR میزنم و جداش میکنم، میرم خط بعدی و این پاراگراف رو کپی میکنم که تایم رو از دست ندیم. میخوام صرفا هیر رو لینک کنم. به کجا؟ به گوگل. نیازه که بدونم گوگل که میشه این، کنترل میزنم و فکر میکنم که کنترل سیم نگرفت. خب حالا میتونم برم داخل اینجا و شروع بکنم پیست کردن، چون من نیاز به لینک گوگل داشتم دیگه. لینکش رو کپی کردم. میخوام هیر به جاش چی بنویسم؟ وقتی که کاربر میزنه روش لینک داده بشه به گوگل. هیر رو پاک میکنم. یه تگ برای اینکه لینک ها رو بسازیم از تگ A استفاده میکنیم. لینک ها با تگ A کار میکنن، مثل P که یک تگه، A هم یک تگه. مخصوص چیه؟ مخصوص لینک هاست. پس یه A میزنم، سعی کنم هاشرفم نذارم که الان توضیح بدیم. A کارش فقط لینک دادنه، یعنی هیر قراره تو دل اینجا نوشته بشه. ببینین تو این بین هرچی من بذارم اون کلمه، اون جمله مختص لینک هم میشه. مثلا هیر قراره بشه سرباز لینکمون، پس بین تگ A مون میذاریم. A کجاست؟ داخل تگ پیه. گفتیم حواسمون باید به تگ های تو در تو باشه. پس اینجا من نیاز دارم که هیر رو بنویسم. خب تا اینجا فهمیدیم. پس هیر قراره ساکریفایس چه یا به اصطلاح قربانی بشه برای لینک اون سایتی که میخوایم.
حالا درباره اتریبیوت ها صحبت کردیم. گفتیم که لینک ها تگ ها یه سری تنظیمات دارن. تنظیمات تگ لینک که ایه اتریبیوتش به اصطلاح بهش میگیم هاشرف یا اچرف. اچرف چیکار میکنه؟ میگه به من اون لینکی که میخوای رو بده، که کاربر رو میخوای بفرستی داخلش. A وظیفه داره که نظارت کنه به لینک. تو زیر مجموعهش چی دارم؟ اچرف رو دارم. اچرف میگه چی؟ میگه به من اون لینکی که میخوای رو URLش رو بده، آدرسش رو بده. آدرسش رو داخل چی بهش میدیم؟ ببینید وقتی که اچرف رو مینویسیم خودش یه مساوی و یه دبل کوتیشن میذاره. بین این دبل کوتیشن من باید لینکم رو بدم، آدرسم رو بدم. پس www.google.com لینک منه که کپی کردم، اینجا پیستش میکنم. در واقع میتونین جای این لینکی که من الان کپی پیست کردم هر لینکی از هر سایتی رو بذارید. گوگل یه جورای دیگه الان قربانی تبلیغاته. آره چیز دیگه رو نمیذاریم فعلا. و ببینین که داخل دبل کوتیشن من لینکم رو قرار دادم، یعنی href مساویه دبل کوتیشن باز شده و تو دل دبل کوتیشن لینک هم گذاشته شده و خودش تگ رو بسته اینجا. حالا به من میگه چی؟ به من میگه که کلمه‌ای که قبل داده بودی هیر حالا آلوده میشه به اصطلاح به لینکی که به من دادی. یعنی من اگر الان سیو بکنم و برم داخل همین فایلی که اینجا بود یه رفرش بکنم، خط رو برام انداخته و خط جدیدی که من میخواستم رو بهم داده. این رو هم ببندیم که بهش نیازی نداریم. آره یعنی من الان رو هیر بزنم درجا سایت من منتقل میشه به گوگل. ببینیم. خب برمیگردیم رو صفحه اصلیم. میخوایم بریم شروع بکنیم که حالا اگر کاربر زد رو لینک یه تب دیگه واکن، همون تب من رو تغییر نده، تب خودم رو نگه دار، کاربر رو منتقل کن به یه تب جدید. دوباره همچنان من به همین فاصله اضافه بود همین رو کپی میکنم، یه HR می نویسم واسه اینکه یه خط بندازه ملموس تر باشه، خطم رو می نویسم دوباره اینجا، همون کار بالا رو در واقع داره میکنه. ببینید for visit this website click here. here چی شده؟ آلوده شده به لینکی که داخل هاشرف من گذاشتم. هاشرف تنظیمات یا اتریبیوت مخصوص تگ A که مختص لینک هاسته. تگ A و هاشرف همه اینها در دل چی هم با متنم؟ در دل تگ P. تگ P داخل چه تگیه؟ تگ بادی. تگ بادی داخل چه تگیه؟ تگ HTML. اینا تگ های تو در تو هم به حواسمون باشه. خب چیکار میخواستیم بکنیم؟ میخواستیم بگیم که حالا اگر کاربر زد رو لینک من منتقلش کن به یه تب جدید، همون تب من رو تغییر نده. یه تنظیمات دیگه یا یه اتریبیوت دیگه ای داریم به اسم تارگت، هدف قرار بدیمش. بعد از اینکه این دبل کوتیشن ما بسته شد و لینکمون رو کارمون دیگه گذاشتیم و تموم کردیم کارمون رو، یه فاصله بهش میدم. ببینیم فاصله رو دارم کجا میدم، دقیقاً بعد از دبل کوتیشن و می نویسم تارگت و اینتر میزنم. یه تارگت می نویسم اینتر میزنم. خودش به من دوباره یه مساوی به علاوه یه دبل کوتیشن میده. مثل چی؟ مثل همون href که تا نوشتم اینتر زدم یه مساوی داد به علاوه دبل کوتیشن. حالا داخل تارگت به من میگه که چه تنظیماتی رو میخوای بذاری؟ میگم همین خط اول آندرلاین بلک. ببینید همین اولیه. خودش داره به من ساجستشن میده، خودش داره به من پیشنهاد میده. میگم همین رو میخوام. کنترل اس رو میزنم، سیوش میکنم. این یه ذره رفته این ورتر، یعنی ادامهش این ور رو گم نکنید. میریم فایلمون رو چک میکنیم، رفرش میکنم، یه خط جدید درست کردم، بله درسته، یک لینک دارم، اینم درسته و انتظار میره وقتی میزنیم روش یک تب جدید اینجا باز شه. خود اینو تغییر نده. ببینیم اگه روی این بالایی بزنم خود این تغییر میکنه، ولی اگه این پایینیه رو بزنم یه تب دیگه اینجا باز میشه. گود جاب. خب دیگه چیا قرار بود کار بکنیم؟ آها، قرار بود تگ پی رو بسازیم، لینک رو بدیم، کاربر موقعی که اومد روی اون کلمه‌ای که آلوده شده به لینک
پایینش اون چیزی که میخوایم، اون اطلاعاتی که میخوایم رو به کاربر نمایش بدیم. یه HR میذارم، میرم خط بعد، دوباره کپی پیست میکنم. این بار دیگه با تارگت بلند کار ندارم، میگم نمیخوام کاربر رو بفرستیش به یه تب جدید، رو همون تب خودم شروع کن تغییرات رو اعمال بده، مثل همون خط، مثل این خط اینجا. خب دوباره همین کارو میکنیم. بعد از دبل کوتیشن یه فاصله میدم، میخوام یه اتریبیوت یا یه تنظیمات جدید معرفی کنم. قبلیه تارگت بود، این یکی چیه؟ تایتل. تایتل خیلی آشناست، شبیه اینجاه. تایتل ها اسم های عنوانا رو به عهده میگیرن و اینتر میزنم و حالا عنوانی که میخوام زیر کرسر پوینتر موسم نشون بدم به کاربر میگم مثلا گوگله. سایت هم یعنی در واقع گوگله، اینجا هم همون گوگل رو مینویسم، سیو میکنم و میرم داخل سایتم رفرش. بله یه تگ جدید درست کردم به اسم P for visit this website click here. here هم رو آلوده کرده بودم به لینک. ببینین here آلوده شده به لینک، یعنی داخل تگ A. و موقعی که میزنم روی این here احتمالاً، یعنی توقعمون اینه که تب عوض نمیشه، رو همین تبم تغییرات رو اعمال میکنه و میفرستش به سایت جدید. و اینکه حالا اینجا زیر پوینتر موس هم یه گوگل هم نوشته. یعنی چی؟ یعنی این سایت تو رو میفرسته به گوگل ها. هر چیزی دوست داشته باشم میتونم بنویسم، حتی میتونم فارسی بنویسم گوگل و سیوش بکنم و بیام اینجا رفرش بکنم، ببینید گوگل رو مینویسه. یا بر فرض مثال مینویسم حالت چطوره. هر چیزی بخوام بنویسم میتونم اونجا اضافه کنم. رو هیر بزنم همینجا بهم گوگل رو نمایش میده. خب یکم بریم پیچیده‌اش میخوایم بکنیم دیگه. چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم حالا اون فایل آلوده‌ای که داشتیم درباره‌اش صحبت میکردیم و اینجا بگیم. در واقع صرفا نمیخوایم لینک سایت بدیم یا از این جور چیزا. میخوام وقتی کاربر میزنه روی لینک بره به یک فایلی که بهش معرفی میکنم در یک جای دیگه. یعنی آدرس رو دیگه من میدم. آدرس مثل گوگل روی سرور نیست URL کپی بشه. آدرس رو دستی شروع میکنم به نوشتن. دوباره همچنان ما همینجا استفاده بکنم، کپی میکنم، HR میذارم و میرم خط بعدی پیستش میکنم و اینجا باهاش سر و کار داریم. قراره چیکار بکنیم؟ قراره کاربر موقعی که رو هیر میزنه بره به یک فولدر. ببینین دارم لینکش میدم، دارم وصلش میکنم به یک جایی، به یک چیزی، به یک فایلی. پس به گوگل میگم این بار دیگه از تو خبری نیست، بای بای. پاکش میکنیم ولی همچنان با هیر کار داریم. چرا؟ چون میخوام هیر همچنان آلوده باشه به لینک. پس هیر رو میذاریم داخل همون تگ A بمونه. href رو دارم. href کارش چی بود؟ اینکه لینک بده. خب الان به چی نیاز دارم؟ میخوام بگم داخل همین پاورشل چرا باز شد؟ در واقع اینجا ریخ یکم به هم. من تنظیمات صفحه‌مو درست بکنم. خب در واقع میخوام بگم که داخل همین فولدر یکی که رو صفحه بود، بریم ببینیمش. ببینین این فولدر یکم که داخلش فایل HTML مون رو ساختیم. میخوام بگم داخل اینجا یک فایل دیگه از جنس HTML ایجاد بکن و اون رو بهش نمایش بده. این فایل میتونه HTML باشه، میتونه عکس باشه، میتونه فایل فیشینگ باشه، هر چیزی میتونه باشه و شما میتونید هر چیزی رو لینک بدین. پس نیازه که من یک فایل دیگه بسازم به جز این چیزی که اینجا دارم. ببینید معنی فایل 2 دارم، میخوام یه 3 دیگه هم بسازم. ما هر چند تا فایلی که بخوایم میتونیم اینجا بسازیم. ببینید داخل فولدر یکم چه فایلی رو ایجاد کردم؟ 2. میگم اوکی یه فایل دیگه هم ایجاد کن و بذار 3.html. خب ببینید اینجا 2 تا تب برام شد. این تب قبلیه که فایل 2، یه تب جدید باز شده به اسم 3.html که جدید ایجاد کردم. اینم شروع میکنم مثل همون مینویسم. که نمیخوایم هک کنیم.
هد تایتل زاغارتی شد، میذارم سایت. خیلی سرسری دارم مینویسم که فقط نتیجه رو نمایش بدیم. یه بادی براش درست میکنم و مینویسم که یه h1 داشته باش، یعنی بزرگ باشه. بنویس hello world و سیوش میکنم. برمیگردم رو همینجا. من الان یک فایل HTMLی دارم که اگر برم بازش بکنم خالی برام نمایش میده hello world، ولی من میخوام کاربر فایل 2 منو که باز میکنه، یعنی این رو باز میکنه، روی اونجایی که من بهش لینک دادم ارجاش بده به این فایل 3 که زده hello world. خب چجوری ارجاع میدیمش؟ میگیم اوکی من میخوام لینک کنم دیگه، ارتباطش بدم. پس تگ A رو وا میکنم، هیر قرار آلوده بشه و href هم قرار وظیفه اینو داشته باشه که لینک بده. چجوری آدرس میدیم؟ ببینید اگر یک فایلی که میخوام لینکش بدم داخل همون فولدری باشه که من ساختمش. یعنی چی؟ یعنی من یک فولدر یک دارم که یک فایل 2 داخلشه که تمام این کدها داخلش هست. میخوام این فایل 2 این قسمت از لینک ارتباط پیدا بکنه به یک فایلی که دوباره تو همون پوش است، نه جای دیگه، نه درایو C، نه درایو D، نه روی دسکتاپ فولدر فلان، همون پوشه کنار همون فایلی که دارم روش کار میکنم. کاری که میکنم چیه؟ نیازه که فقط اسمشو بنویسم، یعنی من گذاشتم 3 دیگه، یه 3 مینویسم، یه نقطه میزنم، خودش بهم نمایش میده، میگه 3.html رو میگم آره، روی همین میزنم و تاییدش میکنم. حالا سیو میکنم، میرم باز میکنم فولدرمو، همون 2 رو باز میکنم و اینجا انتظار میره که وقتی روی این آخریه میزنم من رو بفرسته به چی؟ بفرسته به این. داخلش چی نوشته بودیم؟ hello world. بریم ببینیم این اتفاق میفته. بله، مگه میشه درست کد بنویسه آدم اینجا درست پیش نره؟ خب این پس فهمیدیم که یک فایلی داخل همون پوشه کنار فایلی که داشتیم روش کد نویسی میکردیم هست. ولی حالا میخوایم یه کار دیگه بکنیم. بگیم که این فایلی که من دارم روش کد نویسی میکنم، یعنی در واقع همه این کد اینجاست، بره داخل یک فولدر دیگه، از اونجا یک فایلی رو انتخاب بکنه. متوجه شدین؟ یعنی من داخل اینجا یک فولدر دیگه ای دارم به اسم مثلا فرید، بره و داخل اینجا یک فایلی وجود داره این رو به کاربر نمایش بده. خب بریم ببینیم میشه یا نه. دوباره همچنان ما به این نیاز داریم. خب دوباره قراره چیکار بکنم؟ قراره لینک بدم. پس اگر قراره لینک بدم یک چیزی رو، با A و هاشرف کار دارم یا href و بعضی میگن هاشرف. خودتونم تعیین میکنین که چی قراره آلوده بشه. من کلمه هیر رو از اول انتخاب کردم، همونم روش دارم پیش میرم. شما میتونید با اینا بازی کنید. خب برای اینکه آدرس بدیم، ببینید اینجا برای من فولدر فرید رو ساخته. چرا؟ چون من خودم اومدم دستی اینجا فرید رو ساختم. میگم ببین فرید رو انتخاب میکنم، میرم داخل، الان انتخاب شده. میگم فرید رو انتخاب میکنم، این علامته یعنی اینکه داخلشید. یه فایل ایجاد میکنم به اسم همون فرید .html. پسوندا رو حتما حواستون باشه، فرمت ها رو باید بذارید. اسم نقطه بعدش فرمت. اینو میارم این آخر میذارم که به ترتیب باشه متوجه بشیم. حالا میخوام چی بگم؟ بگم ببین کاربر روی لینک زد، برو از توی این پوشهه که پوشه یکه رو صفحه، برو اینجا، برو داخل فرید و اون فایلی که درست کردم به اسم فرید HTML رو انتخاب کن و به کاربر نشون بده. گفتیم دیگه با تگ A کار داریم و اتریبیوت href. واسه اینکه به سیستم بفهمونیم برو به یه پوشه رو میخوایم بگیم یا آدرس بدیم، از اسلش استفاده میکنیم. یعنی یه اسلش میزنم و بعدش میتونم بگم که حالا کجا برو.
ببینین خودش فرید رو آورده. میگم برو داخل فرید، خودش میگه یه دونه فرید.html داخلشه، اونو میگم آره. انتخاب میکنم و کنترل اس سیوش میکنم. میرم رو اینجا رفرش میکنم و بله برای من اینجا دوباره ایجاد کرده یه پاراگراف رو، یه تگ گذاشته که کلمه هیر لینک شده. وقتی که بزنم روش در واقع باید بره داخل این تگ و اینجا فرید رو نشون بده. خب ما اینجا چیزی ننوشتیم، من شروع میکنم یه چیزهایی نوشتن. دوباره هد رو میذارم، تایتل رو میذارم، فرید رو مینویسم و در آخر هم یه بادی میذاریم که داخلش یه پاراگرافه نوشت، یا پاراگراف هم نه، یه h1 وجود داره که داخلش نوشته آیم فرید. ها ها ها. سیوش میکنم و میام روی اینجا. پس انتظار میره اگه من روی آخریه بزنم میره تو اون پوشه که اسمش فریده بازش میکنه. یه فایلی دارم که نوشته farid.html، اون رو باز میکنه و به کاربر نمایش میده. باز نکرد. بریم ببینیم مشکل کجاست. یه اسلش اینجا اضافه گذاشتم، اینو باید پاک کنیم فکر کنم. بریم ببینیم درست شد. آیم فرید. دیدین چی شد؟ من یه اسلش اضافه گذاشته بودم، یعنی آدرس اشتباهی داده بودم در واقع بهش، نتونست بخونه. ببینین من اسلش رو دوباره برگردونم سر جاش، سیو میکنم، میزنم، رفرش میکنم اینجا و میگم الان من اینو بزنم بعد اون فایل آیم فرید ها رو نشون بده. میزنم و نشون نمیده. چرا؟ چون لینک غلطه. در واقع اگه اینجا www.com google.com رو من یه W شو بردارم یا یه ای اضافه بذارم و نتونه این سایت رو بخونه، من رو به اون سایت لینک نمیده، ارتباط نمیده، رو همون جوری صفحه میمونه. اینجا هم در واقع همینه. من بهش گفتم که از یه جای خالی برو، بذارین با این پن نشون بدم که بگم چجوری داره میخونه در واقع لینک منو. خیلی جالب بود به نظر. خب تو بیا اینجا و اینجا. ببینید در واقع دارم بهش میگم که چی؟ میگم اینجا یه فضای خالی داره. دقت کردید؟ ببینید این فضای پشت رو من بهش گفتم از یه جای خالی اسلش زدم، یعنی برو به یه چیزی میبینی به اسم فرید که فولدر بود، برو داخلش یه فایلی میبینی به اسم farid.html. در واقع سیستم داره میفهمه که هیچ جای خالی وجود نداره. تو الان تو پوشه 1 هستی رو دسکتاپ، از کجای خالی داری به من آدرس میدی که برم تو فولدر فرید؟ من فولدر فرید رو پیدا نمیکنم تو جای خالی. به من باید بگی که یک فولدر فریدی وجود داره تو همین جایی که هستی. پس چه اتفاقی میفته؟ عملا من میفهمم که این اسلشی که اضافه گذاشتم باید پاک بشه، چون قبلش دارم بهش میگم از یه فضای خالی برو که بهش نگفتم کجا. در واقع ببینیم وقتی که اسلش رو اینجا گذاشتم گفتم از فولدر فرید باید بری داخل این. اینجا یه اسلش گذاشتم، خب از کجا باید بری داخل فرید؟ جمله یه ذره عجیب شد. اسلش رو پاک میکنم، کنترل اس رو میزنم که سیو شه، میرم داخل سایت رفرش میکنم، هیر رو که بزنم که آلوده شده به لینکی که من بهش گفتم بره کجا، میره فایل HTML فرید رو برمیداره و نشون میده. یعنی در واقع من اگه اینو بزنم اینجا This is my site باید اسمش تغییر بکنه به فرید. چرا؟ چون من تو اینجا یک هدی با تایتل فرید گذاشتم، یعنی تایتل دیگه شده فرید، نشده This is my site. This is my site باید بشه فرید. میزنیم فرید و محتوای داخل فایل رو نمایش داده میشه. خیلی پیچیده بود، زیادی گفتیم و فکر میکنم که خیلی خیلی جامع بودش صحبتام به نظر خودم.
همینا رو کار بکنین. خیلی اطلاعات داخل اینترنت هستش درباره همین چیزا، چون خیلی فاندامنتال و بدیهیاته و میتونین راحت اطلاعات ازش پیدا بکنین. همه این مطالب هستن. با یه ویدیو یا یک پکیج آموزشی آدم برنامه‌نویس نمیشه. این ویدیو جامع لینک دادن نیست. باگاشو پیدا نکرده که بگه. انواع لینک دادن و آدرس دادن رو توش نگفتیم. فقط گفتیم که باید چیکار بکنیم، کجا لینک بدیم، چجوری لینک بدیم، از چیا استفاده کنیم، به چی میگن اتریبیوت، به چی میگن آدرس دادن و تایتل رو چیکار میکنن. همین جور چیزا. خوش خندون باشین. فرید بودم. شبتون خوش.